فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که سلام، خدا قوت، علیکم السلام و نصرت الله با شما. حماد بیننده عزیز، من برای اعتکاف ثبت نام کردم، رفتن به اعتکاف چه حکمی دارد؟ اعتکاف در واقع یکی از سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که همیشه در ماه مبارک رمضان اعتکاف می‌نشستند. معمولاً 10 روز رو در هر ماه مبارک رمضان اعتکاف می‌نشستند و از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این ثابت شده. پس بنابراین نشستن اعتکاف چه در ماه مبارک رمضان باشه چه در غیر ماه مبارک رمضان، به صورت کلی اعتکاف و یعنی این نشستن در یک مسجد به قصد عبادت پروردگار یک عمل مشروعی هست و سنت هست از رسول الله، از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و هیچ گونه اشکالی رو نداره. هم برای مردان جایز هست و هم برای زن جایز هست، یعنی هیچ اختصاصی به مرد نداره. همون گونه که مرد میتونه اعتکاف بنشینه، زن هم این اجازه رو داره و این ثابت است در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ازواج مطهرات می اومدن و اعتکاف می نشستن، منتها به شرط این که در منجر به فتنه نشود. و شرط دیگری که خیلی مهم است این است که حتما شوهر باید اجازه بدهد. هیچ زنی بدون از اجازه شوهرش حق اعتکاف رو نداره که بدون اجازه شوهر برود و اعتکاف بکند. مرد اگر بخواد کل ماه رمضان رو بشینه آیا اجازه میخواد از خانومش؟ نه، اجازه مشروط نیست، جایز هست. میتونه کل ماه مبارک رمضان رو، نصف ماه مبارک رمضان رو، یا اون گونه که سنت هست 10 روز آخر ماه مبارک رمضان رو بنشینه. اجازه فرد دیگر برای مرد یعنی ضروری نیست.